سرخط مهمترین خبرها. نگرانی گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد از مصادره مؤسسه‌های حقوقی در تاجیکستان. پرزیدنت آمریکا گفت به ساکنان غزه 100 میلیون دلار کمک میکند. بنیاد 24 دیدبانگاه در مرز تاجیکستان. درود بیننده‌های عزیز، برنامه نوید بامدادی را با خبرهای نو از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم می‌کنیم. امروز 20 اکتبر است. فرناند دیوارن، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اقلیت‌ها، از مصادره کردن مؤسسه‌های مربوط به حقوقیان در تاجیکستان اظهار نگرانی نمود. او روز 19 اکتبر و پس از انجام یک سفر 11 روزه‌اش به تاجیکستان در این باره با خبرنگاران صحبت کرد. در روزی به تاجیکستان آمدنم خبر رسید که درمانگاه طبی حقوقیان در خوروق تصرف شده تمام کارمندانش از جانب مقامات شهرداری از کار رانده شدند. مقامات دولتی همین گونه اقدام را برای تصرف دانشگاه خصوصی آسیای مرکزی در خوروق پیش گرفتند. برای اعضای اقلیت اسماعیلیان در ولایت مختار کوهستان بدخشان چنین به نظر می رسد که اینها حادثه‌های تبعیض از جانب مقامات دولتی می باشند. گفته شد در معروضه فرناند دیوارن، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد. واکنش مقامات تاجیکستان و اظهارات گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد حالا معلوم نیست، ولی هفته گذشته یک نماینده مرکز طبی حقوقیان بر رادیوی آزادی گفته بود که کسی از کارمندان از کار رانده نشدند و فعلا همه متخصصان در جای کارند. پیشتر دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان خواسته بود که یک قرار رئیس شهر خوروق از سال 2018 و اجازه‌نامه دولتی از سال 2019 در پیوند به مرکز طبی حقوقیان به اعتبار دانسته شود. بعضی کارمندان مرکز طبی حقوقیان تصدیق نمودند که بر اساس شکایت دادستانی در دادگاه ولایت بدخشان بحث جریان دارد. معلوم نیست این بحث به چی می‌انجامد. مرکز طبی حقوقیان سال 2018 در خوروق با مبلغ 25 میلیون دلار ساخته شد. تا این دم چند مؤسسه متعلق به بنیاد حقوقیان در تاجیکستان دولتی شد یا نامش را دیگر کرده است. دومای دولتی روسیه طرح قانونی را به بررسی گرفته است که بر اساس آن گرفتن سند اقامت دائمی برای افرادی که کسی از گذشتگانشان در روسیه تولد یا بزرگ شده است آسان می شود. این طرح را کنستانتین زاتولین، معاون رئیس کمیته امور کشورهای مشترک المنافع و دومای دولتی پیشنهاد کرده است. در شرح قانون نو گفته شده است که سبکی به افراد پیش بینی می شود که نزدیکانشان در سالهای گوناگون در حدود کشورهای سابق اتحاد شوروی به دنیا آمدند و زندگی کردند. در حال حاضر فقط به این گروه آدمان برای گرفتن سند اقامت دائمی در روسیه سبکی داده شده است. در کشورهای سابق جمهوری شوروی فدراتیوی سوسیالیستی روسیه تولد شده یا شهروند اتحاد شوروی پیشین بودند. افرادی تا 18 ساله و نفرانی که والدانشان مقیم روسیه هستند. پدر و مادر یا فرزند شهروندی روسیه را دارند. زبان مادریش زبان روسیه اعتراف شده است یا متخصصی بلند اختصاص است. ولی در مجموع برای به دست آوردن حق اقامت دائمی شهروند خارجی باید در روسیه نه کمتر از 1 سال با سند اقامت موقتی زندگی کرده باشد. این سند 3 سال اعتبار دارد و آن هم در اساس کواتا یا طبق یک ترتیب معین به خارجیان داده می شود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن گفت برای کمک بشردوستانه به ساکنان غزه و فلسطینی ها در ساحل غربی رود اردن 100 میلیون دلار آمریکایی جدا می کند. این پولها با دستگیری بیش از 1 میلیون فلسطینی که در نتیجه نیزا خانه‌های خود را ترک کردند و نیازهای اضطراری در نوار غزه روانه می شوند. شرح داده است پرزیدنت ایالات متحده آمریکا. قبلا خبر داده شد که بایدن برای کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان از کنگرس حدود 100 میلیارد دلار درخواست خواهد کرد. اسرائیل نیز اخیراً از ایالات متحده آمریکا درخواست کرد که به این کشور در حجم 10 میلیارد دلار کمک اضطراری کند. بایدن روز چهارشنبه در دایره یک سفر وارد اسرائیل شد و با سروزیر آن کشور بنیامین نتانیاهو دیدار و گفتگو کرد. او بعد صحبت با نتانیاهو گفت اسرائیل مسئول ترکش در بیمارستان غزه که صدها کشته بر جای گذاشت نیست. بازپس گرفتن قره‌باغ کوهی از سوی آذربایجان میتواند به معنای آن باشد که ترکیه به زودی بعد بیشتر از 30 سال مرزش را با ارمنستان باز میکند. بنا به حقوق بین الخلقی حدود قره‌باغ کوهی سرحد آذربایجان به حساب میرود. بیشتر اهالی این منطقه را ارمنی‌ها تشکیل میدهند. از ابتدای سالهای 90 قسمی زیادی منطقه از نظارت باکو خارج گردید. در این باره همکارمون شعلای گلخوجا گزارش میدهد.
ترکیه مرزش را از سال 1993 با ارمنستان بعد از آنکه نظارت ولایت قره‌باغ کوهی را از آذربایجان یکی از متحدان نزدیکش گرفت بست. تحلیلگران میگویند پس از آنکه نیروهای آذربایجان ماه گذشته این منطقه را دیگر باره گرفتند، امکان از جانب ترکیه لغو شدن محدودیتی که اقتصاد ارمنستان را خراب و آن را پایبند روسیه کرد به میان آمده است. ترکیه می تواند که در رشد اقتصاد ارمنستان نقش سازنده باشد. ارمنی ها باید از بین کمبزاعتی و شکوفایی یکی را انتخاب کنند. ادامه مقاومت به معنای بیشتر شدن کمبزاعتی است. توسعه همکاری معنای شکوفایی را دارد. ترکیه به نشان بهبود روابط بعد زمین لرزه مرگبار ماه فوریه برای دریافت کمک ارمنستان مرز خود را باز نمود. سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان هم در مراسم ادای سوگند رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در ماه می شرکت کرد. برای از نو باز کردن مرز با ارمنستان، انکره از یریوان طلب دارد که مرز ترکیه و سازشنامه صلح بین ارمنستان و آذربایجان را اعتراف کند. برخی از تحلیلگران میگویند یریوان آماده سازش است، زیرا میخواهد از زیر نفوذ روسیه رها شود. ختم جنگ یک قدم بزرگ در این سمت است. اقتصادیات گرایش به سوی غرب و دموکراتی سازی با راه درست حرکت دارد. یگانه عاملی که به این روند خلل میرساند خطر جنگ است. بنابراین اگر خف جنگ برطرف شود، همه چیز آسان می شود. اما دورنمای امضای سازش صلح میان آذربایجان و ارمنستان در همین ماه با میانجیگری اتحادیه اروپا قربان شد که به گفته برخی از صاحب نظران به کشمکش‌های دیپلماتی میان رهبران اتحادیه اروپا و ترکیه تبدیل یافته است. آذربایجان گفت ترکیه باید در مذاکرات شرکت کند. آلمان و فرانسه گفتند که ترکیه در گفت و شنید اشتراک کردن نمیتواند و شما واقعا حیران میشوید که آنها در چگونه جهان زندگی میکنند. انتظار میرفت که اروپایی‌ها به خصوص فرانسه با ترکیه همکاری میکنند و ارمنستان را از مدار روسیه بیرون خواهند کرد. تاجیکستان در سرحد با افغانستان چند دیدبانگاه دیگری مرزی را ساخته مورد استفاده قرار داده است. با استفاده دادن دیدبانگاه‌ها روز 19 اکتبر در دایره سفر امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به جنوب کشور صورت گرفته است. با اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهور 24 دیدبانگاه مرزی از جمله در ناحیه‌های فرخار، لخش، شمس‌الدین شاهین، روشان، اشکاشی، مرغاب و شهر خوروغ مورد استفاده قرار گرفتند. امامعلی رحمان در ناحیه فرخار دیدبانگاه سرحدی کاکل را مورد استفاده قرار داده با حضور مجازی یا آنلاینی او دیگر دیدبانگاه‌های نو باز شدند. با اطلاع منبع سال 2024 بنیاد 12 دیدبانگاه دیگر سرحدی در نظر است. بعد دوباره به قدرت رسیدن طالبان، تاجیکستان شماره دیدبانگاه‌ها را در مرز با افغانستان بیشتر کرده است. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد. با وجود وعده‌های طالبان درباره استفاده نشدن خاک افغانستان از سوی گروه‌های تروریستی، مقامات تاجیک از آن طرف مرز نگرانی دارند. در یک سال اخیر مقامات از چند حادثه عبور قاچاقچیان و افراد مسلح به تاجیکستان خبر دادند. بخش یک روزی تاریخ را همکارمون خیرامان بقوزاده آماده کرده است که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 20 اکتبر فرا میگیرد. در استالیناباد دوشنبه پیشین 20 اکتبر سال 1936 ساختمان ایستگاه راه آهن شروع شد که بعد 30 سال به مکان امروزش در مرکز دوشنبه کوچید. راه آهن در انتقال مسافران و بار به بیرون از تاجیکستان نقشی مهم می‌بازد، ولی سالهای استقلالیت با دلایل‌های مختلف از جمله زمان بد شدن روابط سیاسی با ازبکستان یا روسیه و یا در دوره پاندمی کرونا ویروس حرکت قطارها بازداشته شده است. 20 اکتبر سال 2015 بعد 95 سال قتل شاعر تاجیک نقیب خان طغرل احراری در ناحیه عینی مقبره و پیکره افتخاری او گذاشته شد. طغرل زاده فلغر یا عینی حاضره 55 سال عمر دید و او را از آن شاعران کم نظیر می‌دانند که در سبک دشوار بیان عبدالقادر بدیل شعر گفته است. او که انقلاب بلشویکی را خوب قبول کرد و برای مقابله با مخالفان این رژیم بلند شد، خود قربانی تهمت گشت و سال 1920 از طرف عسکران سرخ به قتل رسید. دادگاه عالی تاجیکستان او را بعد 40 سال مرگش سفید کرد و به نشر میراث ادبی او اجازه داد.
октябри соли 2011 албоми ганҷинаи мусиқии тоҷикӣ нашр шуд, ки беҳтарин намунаҳои оҳангҳои классикии шашмақом ва таронаҳои мардумиву касбии тоҷикро муаррифӣ намуд. китоб ва албоми сохтаи бунёди айнӣ осори ҳунармандони маъруф аз қабили Акашариф Ҷураев, Маъруф Хоҷа Баҳодуров, Барно Исҳоқ ва Одина Ҳошим, Зафар Нозимов, Ҷурабек Муродов, Фирӯз Баҳор, Зиёдулло Шаҳидӣ ва дигарҳоро гирдоварӣ кардааст. субҳ имрӯз дар бонкҳои тоҷикистон 1000 рубли русия 113 сомонӣ ва 100 доллари амрикоӣ 1095-1096 сомонӣ арзиш доранд. қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯз чунин таъин шудааст. бинандагони азиз, ин охирин барномаи навӣ дар ҳафтаи равон буд. бароятон истироҳати хуб орзумандам. худо нигаҳдоратон.